شده است که ابیبکر بن ابی قحافه اون روز اول اسلام اینقدر براش مثل آفتاب روشن است که این پیغمبر کارش جهانی می شود. اما من الان بعد از 1400 سالی که حالا پیغمبر و اهل بیت آمدند و تعالیم پیغمبر و قرآن، بعض وقتا شک و دودلی در من ایجاد می شود. منی که میگم، من نوعی رو میگم، افراد جامعه رو میگم. ببینید بعض وقتا دشمن با دقت بیشتری نگاه میکنه به مسئله تو منو تو یک دور داریم قیمتیه، اهمیت بهش نمیدیم، اما این دور برای اون دوست خیلی مهمه، فلذا اینو میپاد، مراقبه، میدونه که عیارش چیه، من و تو نمیفهمیم. اون چون میخواد بدزده عیارش خوب حساب کرده، میدونه چی میخواد بدزده. این منافقین حرفه‌ای روز اول ایمان آورده بودن، دیدن این پیغمبر با این حرفا این موندنی است. بعد از همون اول اینا سوار شدن برای اینکه بتونن ریشه اسلام رو بزنن. میگن چرا آقا اگر شما میگید اینها مثلا طالب دنیا بودن، چرا زندگیشو مثلا اینجوری بود؟ خب عزیز من، این دنبال ریاست بر قلوب است، میخواد مرید درست بکنه برای خودش. امیرالمومنین فرمود اشرب فی قلوب هذه الامه حبهما. حب این دو نفر مثل که تو تن و بدن اینا رفته. اما چیکار کردن اینو با این امت که اینجوری مردم گرویدن به اینها؟ چی شده که اینجوری شده؟ این ریاست معنوی است. این دیگه لازمش اینه که باید از خیلی از مظاهر دنیا چشم پوشی بکنه. خب اینجور آدما معمولا قیافه‌هاشون قیافه‌های مقبولیه ها. اینجور آدما معمولا مراقبن که کار خلاف آداب نکنن. اینجور آدما معمولا خیلی با اخلاق هم هستن. اینجور آدما معمولا ظواهرم خیلی رعایت میکنن. این حواسمون باشه. فریب اینا رو نباید